میخوای بدونی من چطور این پرنده رو سخنگو میکنم؟ اول وای میستم پرندم 2-3 ماهه بشه. این فاکتورهایی که میگم رو رعایت کن تا پرندت به راحتی سخنگو بشه. فوت کوزه‌گریش هم آخر ویدیو گفتم، پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. جنسیت پرنده بهتر نر باشه. روزی 3-4 بار هر دفعه 10 دقیقه با پرنده کار کنید. بهتره با کلمات آسون مثل بدو بیا، بوس بده، فندق با پرنده‌تون کار کنید. با همین کلمات یه وایس از خودتون ضبط کنید و یا وایس پرنده دیگه‌ای رو که همین کلمات رو میگه توی باقی تایم روز براش پخش کنید. اول باهاش یه کلمه رو کار کنید. اگه به صورت آوا و حتی نامفهوم هم گفت، شدت تمرین رو بیشتر کنید و وقتی کلمه رو کاملا یاد گرفت برید سراغ کلمه بعدی. و اما فوت کوزه‌گری، اگه پرنده‌تون به شی خاصی علاقه داره و بهش عشق می‌ورزه، با اون شی خاص باهاش بازی کنید. در واقع اون شی رو هی تکون بدید و هنگام تکون دادن کلمه مورد نظرتون رو باهاش کار کنید. یه سری نکات مهم هم داخل کپشن نوشتم، پس حتما مطالعهش کن. پست بعدی راجع به دستی کردن عروس هلندیتونه، پس حتما پیجمون رو فالو کن تا از این پست جا نمونی.